با درود و احترام، ساسان خرمزاد هستم. مقایسه و انتخاب ضخامت استاندارد ورق‌های کامپوزیت آلومینیومی. در طراحی و اجرای نمای آلومینیومی با ورق کامپوزیت، انتخاب ضخامت مناسب آلیاژ آلومینیوم تأثیر مستقیم بر دوام، زیبایی، وزن سازه و هزینه نهایی پروژه را دارد. ورق کامپوزیت با ساختار چند لایه‌ای خود در ضخامت‌های مختلف تولید می‌شود که هر کدام کاربرد تخصصی و شرایط اجرایی خاص خود را دارد. ورق با ضخامت 0.3 میلیمتر، ظرافت اقتصادی با کارایی مناسب. این نوع ورق به دلیل وزن کمتر و قیمت پایین‌تر گزینه ایدئالی برای پروژه‌های کم ارتفاع تا 4 طبقه، فضاهای داخلی، فریم تابلوهای تبلیغاتی و بخش‌هایی از نماست که در معرض باد و تنش مکانیکی شدید قرار ندارند. در این حال اگر اجرای زیرسازی و درزبندی به صورت اصولی و دقیق انجام شود، ورق 3 می‌تواند دوام بالایی در شرایط آب و هوایی شهری داشته باشد. در پروژه‌هایی که نما به صورت نواری، فلاشینگ، فلاور باکس یا قطعات تزئینی جزئی اجرا می شود، این ضخامت انتخابی کاملا هوشمندانه و اقتصادی است. ورق با ضخامت 0.4 میلیمتر، انتخاب مهندسی و متعادل. این ضخامت پرکاربردترین و متداولترین گزینه در اجرای نماهای شهری و اداری است. ورق 14 توازن دقیقی میان استحکام، انعطاف پذیری و وزن مناسب ایجاد می کند و برای ساختمان‌های 5 تا 8 طبقه، پروژه‌های اداری، تجاری و مسکونی بسیار ایدئال است. بیشتر شرکت‌های معتبر اجرای نما این ضخامت را به عنوان استاندارد فنی پروژه‌های میان رده تا لوکس معرفی می‌کنند. ورق با ضخامت 0.5 میلیمتر دارای دوام در ارتفاع و شکوه در طراحی. این ضخامت بالاترین مقاومت را در برابر تغییر شکل، بادهای شدید و تابش مداوم آفتاب را دارد. انتخاب اصلی برای برج‌ها، ساختمان‌های بلند مرتبه و پروژه‌های لوکس در شرایط آب و هوایی خیلی سخت. ظاهر کاملا صیقلی، مقاومت بالا در برابر خوردگی و عمر طولانی از ویژگی‌های بارز این نوع ورق 0.5 میلیمتر است. در صورتی که نمای ساختمان به صورت کامل و سراسری اجرا شود، ضخامت‌های 14 و 0.5 میلیمتر پیشنهاد می‌شود. اما اگر پروژه به صورت قطعی، نواری یا تزئینی باشد، ورق‌های 0.3 میلیمتر می‌تواند با هزینه بسیار مناسب نتیجه چشم نواز و با دوام ارائه دهد. سپاسگزارم، به امید اتفاقهای خیلی عالی.